یک نکته براتون بگویم، تصوف بهترین راست، قوی‌ترین راست، مستحکم‌ترین راست، نزدیکترین راه به خداست. به نام تصوف، به نام صوفیگری در اسلام اصلا چیزی وجود نداره. یک طبقه گمراه ضاله، یک طبقه که در شرک و کفر و خرافات گرفتار است. تصوف صوفیگری از پیغمبر ما و شما ثابت نیست، از اصحابش ثابت نیست، از اهل توحید ثابت نیست. یک طبقه خود ساخته و خود بافته گمراه هست که اکثریت مسلمان ها را اینها سالهای سال فریب دادن. این خانقاه ها یعنی چی؟ خانقاه یعنی مرکز شرک، خانقاه یعنی مرکز بت پرستی. سابق بت در خانه ها پرستش میکردن، حالا یک خانه را میگیرن و انسان اوجا پرستش میکنن. یک نفر اونجا شاندیم 5-6 تا مرید داره، اونجا پرستش کردن میرن، عبادتش میکنن. یک جای جمع میشن به نام خانقاه، انسان پرستش میکنن. یک انسان دروغگوی، کذاب، یک کسی که با الله و رسول دشمن است، یک کسی که میگه من علم غیب میفهمم، یک کسی که میگه من با الله مستقیم رابطه دارم، یک کسی که میگه من سر دیوار میشینم، راست روزانه میرم نمازها رو در مکه میخونم، نیاز به این جماعتای شما ندارم پشت این مولای شما نماز بخونم. و شما مثلا نیاز نیست نماز بخونین، این اعمال ظاهری است. بیاین باطنایتان پاک کنین، قلبایتان پاک کنین. چی میکنین نمازها را؟ اصلا نیاز ندارین شما. شما که دست پای مرا گرفتین خلاص وارد جنت میشین، جهنم به شما میگه حرام میشه. وقتی که تو بیعت میکنی به همراه یک پیر، او پیر به همراه پیر خود بیعت کرده، او پیر به همراه پیر خود بیعت کرده، آخرش میرسه به صدیق اکبر. صدیق اکبر با نبی مکرم صلی الله علیه و بیعت کرده. نسبت صوفیه غنیمت الکبری. مقصد سال از مدام در خدمت ما باشه. باز ما که مردم در خدمت بچه، باز بچه مرد در خدمت نواسم، نواسم مرد در خدمت کواسم. اینم تو ما سلسله داریم، سلسله بیعت داریم. پیر فلان، پیر فلان، پیر فلان. همین خودش گمراهی است. اکثریتش هو میکنه. چی شد؟ جذبه شد. چی شد؟ ذکر الله شد. معاذالله ذکر الله میتور است. الله در قرآن تو رو چی میگه که چطوری ذکر بکن؟ الله را میگه ذکر کنه بسیار با آرامی و آرامش. و وقتی که شما الله را ذکر کنید قلب شما آرام میشه. الله نگفته که وقتی شما الله را ذکر کنید خیز بزنید. باز اینها بیخی اکثریتش میجفه، غف میزنه، او وصف میکنه. حالا همی ذکر است، همی در اسلام ربطی داره؟ خودتون بگوی، عقلا بگوی همی اسلام ربطی داره؟ اصلا وجود تسترد المظالم حتى الأراذل ساموا رسول أهل العزائم، فالقول قول الصوارم كي تسترد